تمام پیامبران اول این کار رو میکردن. این کار چی است؟ دعوت به سوی توحید است. دعوت به توحید از زمان نوح علیه السلام تا زمان خاتم پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم ادامه یافت. همه پیامبران برای مابعد خویش نمونه عبرت بودند. نخستین جمله‌ای که از زبان پیامبران برای قومشون می اومد این گفته الله تعالی است که میفرمود یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم خدا را عبادت کنید که جز دیگر ذاتی پرستیده شونده بر حقی نیست. در جای دیگر الله تعالی وظیفه پیامبران را برای ما چنین بیان میکند ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما به شک به هر قوم پیامبر فرستاده مبعوث کردیم. وظیفه‌اش چی بود؟ میگفت که ان اعبدوا الله، اینکه خدا را عبادت کنید، خدای یگانه را پرستش کنید و از طاغوت دور شوید. یعنی هر چی که غیر از الله تعالی پرستیده می شود، چی وای بت باشد، چی سنگ باشد، چی چوب باشد، چی خاک باشد، چی کتاب باشد، چی یک شخص باشد، از اون الله تعالی ما را نهی کرد.